Hello my friends، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین، خانواده همه خودتون خوشحال و سرحال باشین. امروز در خدمت شما عزیزان هستم با یکی از جذابترین مباحث تاریخ بشریت. یعنی از اون اول که انسان ها بودند این موضوع توی ذهن انسان ها درگیر بود. یه سواله که زمینه ذهنمه، چرا بینش کم از بیم شکم درگیر بود ذهنشون تا همین امروز که من در خدمت شما عزیزان هستم. هنوز انسان ها بهش فکر میکنن و سالانه شاید هزار نوع انواع کتاب ها درباره این موضوع نوشته میشه، خونده میشه و خریده میشه و فلان و فلان. اصلا یه مارکت شده، یه بازار شده برای خودش. شما اینستا رو باز میکنی، فضای مجازی یوتیوب اینا رو باز میکنی، میزنه بیرون چگونه شخصیت خود را بسازیم فلان فلان. همه دارن درباره این موضوع صحبت میکنن. منتها شاید براتون سوال پیش بیاد که آقا اگه همه دارن درباره این موضوع صحبت میکنن، چرا تو هم اومدی داری صحبت میکنی؟ تو فرقت چیه؟ ما هم اونا رو میخونیم دیگه. فرق خیلی بسیاره. الان براتون توضیح میدم که چرا من خواستم و واقعا فرق دارم. دلیلش رو توضیح میدم. شما تا الان آموزش های شخصیت، چه در کتاب هایی که روانشناسای اصلا خفن مفن میان، یارو خودش رو روانشناس میدونه، دکتر میدونه، میاد مینویسه، چه در اینستا چه در فضای مجازی کلیپ ها اینا دیده باشین، این آموزش ها رو متوجه میشین اینا نمیان به شما بگن که چگونه اون شخصیتی که خودت دوست داری رو طراحی کن. اینا میان به شخصیت شما خودشون اونی که دوست دارند رو جهت میدن. یعنی چی؟ مثلا میری کتاب برایان تریسی رو میخونی، اون کتاب رو میخونی، میگه که آقا چگونه جذاب باشی. بعد این نیومده بگه اون شخصیتی که خودت دوست داری رو طراحی کن، که نه، این اومده گفته چجوری جذاب باشی. یعنی تو رو داره به سمتی هل میده که جذاب باشی. تازه اگه بتونه، شاید تو دوست نداشته باشی جذاب باشی. بابا این فرمول شخصیت که آقا این به علاوه که جدوله که چجوری خودمون میتونیم شخصیت خودمون اون چیزی که نیاز داریم رو خودمون طراحی کنیم و بیایم به ما یاد بدین که خودمون بریم برامون طراحی کنیم. نمیخواد شما جهت بدین آقا با اعتماد به نفس باش. بعد یارو میاد کارگاه میذاره چگونه با اعتماد به نفس باشیم. بعد شما فکر میکنین که آقا مثلا یارو اومده درباره شخصیت. بله آقا ممکنه قسمتی از شخصیت بشه، ولی شاید اصلا یارو موضوعش تو زندگی با اعتماد به نفس بودن نباشه. خب تو بیا به من فرمول رو یاد بده که از چه فرمولی بریم که خودمون اون چیزی که دوست داریم رو طراحی کنیم. جهت نده به من اون جهتی که خودت دوست داری. فرق من اینه که هیچ حرفی درباره اینکه چگونه باشید اصلا نمیزنم. من اومدم فرموله ها رو به شما به صورت کاملا مبنایی و فرمول فیزیک ذهنی، یعنی طبق فیزیک ذهنی بیام این فرمولا رو بهتون یاد بدم. خودت رو کاغذ میای مینویسی، اینا من روی میخوام بنویسم بهتون بگم، میای مینویسی هر چیزی که خودت دوست داشتی طراحی میکنی. بعد در نهایت میفهمی که آره شخصیتی که باید طراحی کنی اینه. فرق آموزش من با آموزش بقیه اینه و من اولین فردی هستم که دارم همچین آموزشی میدم. تا الان غیر از خودم کسی رو ندیدم و نخواهید دید که قبل من باشه، حالا بعد من شاید بیاد. خب بریم سراغ اولین مقوله از شخصیت. موضوع اینه چرا ما باید شخصیت بسازیم اصلا. اول اینو بدونیم، چرا ما باید شخصیتمون رو بسازیم. دلیلش اینه ما در جامعه نیازهای فراوان داریم. یعنی چی؟ مثلا تو جامعه نیاز داریم که آقا ما رو نزنن، نتر کنن، بعد با ما برخورد نکنن. برای همین شما چون این نیاز رو داری که کسی باید بد برخورد نکنه، باید یک قوه‌ای رو به شخصیت خودت اضافه کنی به نام قوه محترم بودن. شما وقتی انسان محترمی باشی کسی دیگه نمیزنه تو گوشت. ولی وقتی بی تربیت باشی، بد رفتار کنی، خب معلومه اون نیازت از جامعه رو نمیتونی برطرف کنی. یعنی میزنن زیر گوشت، میزنن فلان. این یه نمونه است و هزار تا نمونه دیگه. مثلا یه نیاز دیگه از جامعه ممکنه این باشه که مردم باهات رفیق شن. مثلا نیاز اینه که مردم باهات رفیق شن. میای یه قوه‌ای رو به خودت اضافه میکنی، مثلا قوه باحال بودن. مثلا حالا من اینو نمیخوام بگم که مثلا فقط باحال باشی همه باهات دوست میشن، دارم مثال میزنم. بنابراین این باعث میشه که آقا فقط این نیاز نیستا. مثلا باعث میشه که دوست پیدا کنی. مثلا این چی میگم؟ نیازهایی که باعث میشه که ما نیاز باشه که شخصیت پیدا کنیم، شخصیت برای خودمون بسازیم و شخصیتی که میسازیم در نهایت به یک بلوغی میرسه که اکثریت نیازهای ما رو برطرف میکنه. حالا
ممکنه شما امروز که اینجا هستین به سن بلوغ همتون رسیدین دیگه، بالاخره 18 20 اینا یه شخصیت نیمه پخته‌ای بالاخره همتون دارین. ممکنه با اینکه شخصیتتون به پختگی هم رسیده، رشد هم کردین، خیلی از نیازاتون از جامعه الان داره برطرف نمیشه، یعنی در حال برطرف شدن نیست، داره برطرف نمیشه. بنابراین میگیم که آقا چه کنیم که شخصیتی بسازیم که نیازهای ما در جامعه برطرف شود. خب پس برای این که ما شخصیتمون رو طراحی کنیم، اولین موضوع اینه، بیایم یه کاغذ بیاریم، همین الان یه کاغذ خودکار بیاریم، روش بنویسیم دقیقاً از جامعه چه نیازهایی داریم. برای مثال من نیاز دارم مردم به من احترام بذارن. نیازهایی که برطرف نشده، یعنی چیزی که دوست دارین باشین ولی امروز نیستین. من دوست دارم مردم به من احترام بذارن، من دوست دارم مردم بیان جلو با من سلام علیک کنن، دوست دارم همه با من رفیق شن، منو دوست داشته باشن، دوست دارم در جامعه معتبر، دارای اعتبار اجتماعی باشم و مردم رو اسم من قسم بخورن، نمیدونم دوست دارم از من حساب ببرن، دوست دارم کاریزماتیک باشم، دوست دارم دخترها بهم پا بدن فلان این چیزا، هزار تا موضوع دیگه. هر نیازی که در جامعه دارین اینو بیاین بنویسین. حالا فعلا برای اینکه فقط روند رو یاد بگیرین، رو اون کاغذ خودکاری که آوردین 3 تا از نیازاتون رو بنویسین، چون زیاد میشه. الان مثلا بشینی بنویسین ممکنه 50 تا 60 تا نیاز بید. من خودم اولین بار که داشتم مینوشتم 40 تا 50 تا نمیدونم چند تا شده بود. فعلا 2-3 تا رو بنویسین، روندو که یاد گرفتین بعدن توی خلوتتون بشینین ساعت ها وقت بذارین بنویسین، چون نیاز به وقت زیادی گذاشتن، باید فکر زیاد بکنین دربارش، بالاخره موضوع مهمیه، سرمایه‌گذاری بزرگه. فعلا فقط روند یاد بگیرین، چون الان پازو بزنی، الان استوبو بزنی، ممکنه مثلا 1 ساعت فرو بری تو فکر، 2 ساعت 3 ساعت، نیاز نیست. فیلمو ببین، روند یاد گرفتی، بعد کارهایی که تو قسمت اول گفتیم و کامل انجام بده، بعد بیا کل 50 تا نیازت مثلا ببین هر چی. فعلا 3 تا رو بنویس. من 3 تا رو برای مثال به خاطر اینکه تو این بحث بتونیم پیش بریم براتون می‌نویسم. 1. خب اون 3 تا اینا نکنید. اولیش میگه که مردم به من احترام بذارن. یکی از نیازهایی که من نوشتم اینه که مردم دوست دارم تو جامعه به من احترام بذارن. این نیاز من. دومی اینه که انسان‌ها از گفتگو با من لذت ببرن. دوست دارم انسان‌ها وقتی با من گفتگو میکنن، این گفتگو بحثه لذت بخش باشه واسهشون. هی نگن وای بریم ولش کن، کی خفه میشه، کی حرف نمیزنه. بعد سومی این که دوست داشته باشن با من رفیق باشن. مثلا این 3 تا نیازو من از جامعه دارم. خب پس اولین موضوع اینه که شما نیازهاتو بیای بنویسی. اوکی، اینو اینجوری میذارم لذت ببرید. بریم موضوع بعدی. خب ببینید یک چیزی در مغز انسان ها وجود داره به نام فهم ارزشمندی. یعنی انسان ها به طور ناخودآگاه بدون اینکه خودآگاه بهش بپردازن ارزشمندی ها رو میفهمن. مثلا آقا داره رد میشه، مثلا داره خیابون رو رد میشه، میبینه مثلا تو اونجا وایسادی، باهات آشنا هم هست، میشناسه، با خودش میاد تو ذهنش مقایسه میکنه، میگه که آقا میارزه الان من بهش برم سلام علیک کنم یا نه، حال ندارم رامو ادامه بدم. این حال نداشتنه تو رو ایجاب میکنه که راه تو ادامه بدی، یا تو اون فرد انقدر ارزشش بالاست که تو حاضر یه لحظه بپیچی بری از راهت بزنی، باهاش سلام علیک کنی و ادامه بدی. خب مقایسه ارزشمندی باعث میشه که اون کاری که شما نیازت از جامعه هست رو مردم برات برطرف بکنند اگر ارزشمند باشد برایشان، و اگر ارزشمند نباشد نیازت رو برطرف نکنند. این مقایسه ارزشمندی در ذهن انسان ها وجود داره. بنابراین اولین نکته اینه، شما باید حسی رو به مردم القا کنید که برای مردم ارزشمند باشد اون نیاز شما رو برطرف کنند. برای مثال همین مثالی که اینجا زدیم، آقا مردم به من احترام بذارن، شما باید حسی رو ببین کل اجتماع، کل روابط اجتماعی حتی در انسان‌های منطقی با احساسات میگذره. حسی که در درون انسان‌ها هست کلا مبنا احساسات، یه چیز روانیه، حالا بعداً شاید بهش بپردازم. شما باید برای اینکه بتونیم کاری کنی که مردم اون کاری که میخوای رو برات انجام بدن، باید درشون حس درست رو ایجاد کنی. حس درست رو نقطه زنی کنی، ایجاد کنی، هر کاری میکنی. ناکن مثلا
برای اینکه مردم بهت احترام بذارن، همین اولین مورد، باید حسی در مردم ایجاد بشه که بگن که آقا میارزد به او احترام بگذاریم یا نه. این باید در مردم ایجاد بشه. مثلا یه نفر استاندار یه منطقه، همه بهش احترام میذارن. چرا؟ چون میارزه بهش احترام بذارن، میدونن که آقا این احترامه تلف نمیشه. ولی یه نفر بنده خدا سپوره، ممکنه یه بار از رو دل رحمی 2 بار رد میشی، مثلا باش سلام علیک کنی. تو این نمیکنم. مثلا جایگاه اجتماعی استاندار بالاخره بالاتر از سپوره. ممکنه 2 بار از روی مثلا دلسوزی باش سلام علیک کنی، ولی یه بارم نکنی برات مهم نیست. سلام علیک نکردم دیگه. چون چرا؟ چون اونقدر ارزش سلام علیک کردن و احترام گذاشتن به این فرد در ذهن ما در اون قسمت بقایی بالا نیست. این قسمت باید ما حسی در دیگران به وجود بیاریم که بالا باشه، ارزشمند باشه این کار رو کردن برای اون فرد. خب پس دومین قدم اینه که بیایم ببینیم تحت چه شرایطی و تحت چه احساساتی افراد این کار رو برای ما میکنند. احساسات رو باید در بیاریم. این قسمت مهم قضیه است. این رو یادداشت کنید. ببینید اینا نکات فیزیک ذهنی ها، فیزیک ذهن به این صورت. اصلا من روانشناسی زرد نمیام به شما بگم. مثلا فکر کنید من فیزیک دانم، مغزو باز کردم، فیزیک توشو که چجوری کشش ها و اینها در ذهن چجوریه، طبق فیزیک ذهن دارم براتون توضیح میدم. این نکته خیلی مهمه، این که شما توانمندی این را داشته باشید که اون حسی که نیازه که فرد نیازهای شما رو برطرف کنه رو در افراد به وجود بیاورید، به 3 عامل بستگی داره. پس تا الان چی شد؟ باید یک حسی در دیگران به وجود بیاورید که بیارزد نیازهای شما رو برطرف کنند. یعنی اون حس هولش بده که نیازتو برطرف کنه. مثلا چجوری دیگران به تو احترام بذارن؟ حسی در اونها به وجود میآورید. این مثال خیلی مهمه که منظورم از حس چیه. برای اینکه دیگران به شما احترام بذارن باید حسی در دیگران به وجود بیاورید که با خودشون بگن زشته به این بی احترامی کنیم. همین حس باعث میشه که همه به احترام بذارن. وای خیلی بد میشه اگه بهش بی احترامی کنم، خیلی بده. مثلا اگه یه معتاد تو خیابون ببینی، هیچ وقت این حسو بهش نداری که خیلی بده بهش بی احترامی کنم. اگه با رفیقات شرط بندی کنی ممکنه بس کله‌ش هم بزنی، میدونی چی میگم. ولی یه آدم که سرش به تنش میارزه، مثلا پول داره فلان، یا مثلا با شخصیت، پول مادی رو مثلا نزنی، شخصیت خیلی آدم با شأن و منزلتیه رو تو اصلا جرئت نمی‌کنی حتی بهش فکر کنی که بهش بی احترامی کنی. چرا؟ چون میگی وای خیلی بد میشه بهش بی احترامی کنم. پس یعنی چی؟ اون فرد در تو حسی به وجود، اون فرد با رفتارهاش، با حرکاتش، سکناتش، فلانش یه حسی در تو به وجود آورده که بد است اگر به من بی احترامی کنی. همین. این میشه تعادل ارزشمندی و فلان همون قانونی که براتون مثال زدم. تو میبینی که ارزش نداره که تو میبینی که اون فرد انقدر ارزشمنده نباید بهش بی احترامی کردی، مثلا خیلی بده بهش بی احترامی کنی یا به هر دلیلی. حس نهایی رو به وجود آورده. خب حالا چجوری این حس رو باید به وجود آورد؟ 3 قسمت داره. بر اساس این، با مدیریت این 3 قسمت، 3 آپشن، شما میتونید هر حسی رو در دیگران به وجود بیارید. اولین نکته، بذار 3 قسمت رو نام میبرم، بعد ذره ذره هر کدوم رو براتون باز میکنم، توضیح میدم. 1، بذار بنویسم. ببینید اینه. 1، حسی که در دیگران ارضا میکنیم، این با اون حس فرق میکنه. حالا بهتون توضیح میدم. 2، چیزی که میخواهیم از دیگران. 3، چیزی که میدهیم، چیزی که در ازاش به دیگران. بالاخره اجتماع میدان داد و ستد دیگه، حتما نباید پول بدی که. حس هایی که با هم دیگه منتقل میکنین داد و ستد طبق ارزشمندی حساب میشه. توی مغز میگه که میارزه یا نمیارزه. کلا ما در حال داد و ستدیم، ستد در طول روز. ما باید بابت چیزی که میخوایم بگیریم یه چیزی هم بدیم دیگه، یه حسی هم بدیم که اینا رو براتون توضیح میدم. مثال میزنم الان براتون. مثلا حسی که در دیگران ارضا میکنیم. خب مثلا ما میخوایم که دیگران به ما احترام بذارن. خب اولین نکته اینه که یه حسی باید در دیگران ارضا کنیم. چه حسی رو باید در دیگران ارضا کنیم؟ حس امنیت.
مثلا من چجوری میتونم حس امنیت رو در دیگران ارضا کنم؟ اینها خودش شاخه بندی میشه، بعدا براتون توضیح میدم هر کدومو. دوباره این خودش به 2 قسمت دیگه تقسیم میشه هر کدوم، حالا بعدا تقسیمات اینها رو هم بهتون توضیح میدم. خیلی مهمه این فرمولا رو شما یاد بگیرید، خودتون میتونین بسازین برای خودتون شخصیت. اولین نکته اینه که حسی که در دیگران ارضا میکنیم. مثلا ما برای اینکه دیگران بهمون احترام بذارن میتونیم حس امنیت رو در دیگران ارضا کنیم. یعنی چی؟ یعنی من انسان قدرتمندیم. یک مثال از میلیون ها مثالیه که شما میتونی احترام رو به دست بیاری، ها یک مثالشو دارم میزنم. حالا شما بعدا خودت انتخاب میکنی که از کدوم راه میخوای بری، توی قسمتش که برسه بهت یاد میدم که راهتو خودت انتخاب کنی. یه مثالش اینه که حسی که ارضا میکنیم در دیگران حس امنیت باشه. یعنی چی؟ یعنی من یک انسان گولاخ و گنده‌ایم، همه میدونن که اگر با من دعوا بگیرن میزنم میترکونمشون، کنار من حس امنیت کسی نداره. مثلا من راه میرم همه میرن کنار فلان، میترسن ازم. مثلا این باشگاهیایی که گوششون شکسته گندن قول دارن فلان. بعد با یه فردی مثلا صحبت میکنم، بهش توی صحبت حس امنیت میدم. یعنی چی؟ یعنی من قرار نیست بزنمت، من قرار نیست رو دست بلند کنم، و اون فرد حس امنیت داره، با من مراوده میکنه و اینها. چیزی که میخوایم، من از اون فرد احترام میخوام که به من احترام بذاره. و چیزی که میدهیم چیه؟ تمدید این حس امنیت است. یعنی تمدید این حس امنیتی که من نمیخوام تو رو بزنم باعث میشه که اون هم بگه چیزی بده به نام احترام. ناکن مبادله رو متوجه شدی؟ یعنی فرد در خودش میگه که به خاطر اینکه من مداوم این حس امنیت رو از طرف این فرد داشته باشم و این فرد من رو نزنه، باید بهش حس احترام بدم که امنیت من حفظ بشه. این مبادله رو انجام میدن و این میشه شخصیت اون فرد. متوجه شدی چی میگم؟ کل زندگی همین مبادله است. یعنی شما باید یک حسی رو در دیگران ارضا کنی، یک چیزی رو از اونها بخوای و بابتش یک چیزی رو بپردازی. یه مثال دیگه براتون میزنم. مثلا من میخوام لیدر یه اکیپ بشم. مثلا یه اکیپی تشکیل داریم تو دانشگاه، اینجوری مثلا میخوام لیدر اون اکیپ باشم، یه اردویی فلانی. مثلا حسی که ارضا میکنیم، مثلا یه مثال بزنم، مثلا حس چیز باشه، مثلا باحال بودن، خوش گذروندن، کنار من به شما خوش میگذره، من حس خوش گذروندن رو در شما ارضا میکنم. چیزی که از دیگران میخواهیم، من از دیگران میخوام که من رو به عنوان لیدر بپذیرند. درسته؟ لیدر بپذیرند. خواسته من اینه. حالا اینکه چجوری اون خواسته رو از طرف بخوایم بدون اینکه بهش بگیم، مثلا خیلی وقتا ببین خواسته در تمام اوقات در اجتماع اعلام میشه، حالا غیر مستقیم اکثرا. یعنی من ازشون بخوام که مثلا لیدر این گروه باشم بدون اینکه بگم. اینها رو بعداً بهش میپردازم. خواسته من اینه و چیزی که میدهیم، چیزی که بابتش میدیم اینه که در تو حس خوشحالی ایجاد میکنم. اولین چیز حسی که ارضا میکنم، خوش میگذره کنار من بهت، ازت میخوام من لیدر گروه باشم. از اون طرف میگم که آقا من در صورتی با شما کانکتم، در صورتی میذارم کنار من خوشگذرونی کنین که اجازه بدین لیدر گروه من باشم. اونها هم با شما مبادله میکنن، من بهشون حس خوشگذروندن میدم، اونها به هم لیدری گروه رو میدن، میشه مبادله. بنابراین کل زندگی همین مبادله است. حالا شاید بگین که توی زندگی واقعی که افراد اینجوری رفتار نمیکنن، ولی میگم این یه چیز ناخودآگاه ارزش جمعیه. یعنی توی یه ناخودآگاه ارزشمندیه که تو ذهنتون به صورت ناخودآگاه هست. یعنی چی؟ یعنی مثال میزنم، من آدم کول و باحالیم، وارد یه گروهی میشم، بعد همه از من خوششون میاد، دلشون میخواد که کنار من باشند. بعد میپرسم مثلا لیدر گروه کیه؟ مثلا فلان. متوجه میشم فلانیه. چند جا میام جای لیدر رو بگیرم، گروه به من اجازه نمیده، یک کوچولو خودمو میکشم عقب، قهر میکنم. گروه متوجه میشه که من چون لیدر نیستم یکم قهر کردم، یکم کشیدم کنار. بعد از اون طرف به خاطر اینکه نیاز دارن به این که کنار من بهشون خوش بگذره، مجبور میشن لیدری گروه رو بدن دست من. کل جامعه همینه.
مثلا میگن که گرگ فلان فلان راسته. کل جامعه همینه. فکر نکن مهربونی و اینا همه از نظر علمی دلیل داره. هیچ کسی الکی میگه هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمیگیره، این راسته. بنابراین کل شخصیت میشه، کل رفتارهای جمعی میشه همین. حسی که میدهیم، چیزی که میخواهیم و چیزی که میدهیم، که باید چیزی که میدهیم ارزشمند باشه که چیزی که میخواهیم رو بهمون بدن. خب قسمت بعدی بقیه‌اش زیر شاخه ها رو براتون توضیح میدم که کامل خودتون مسلط بشید. فکر کنم تو 2 قسمت تموم میشه. خسته نباشید. نظراتتون رو بگین، اگه جای گنگ بود بگین تو ویدیو بعدی براتون توضیح بدم که چجوری این داستانا. مخلصتونم. بوس بهتون.